الو الو آقای وامدار، ببخشه من امروز داشتم کف خیابون رو نگاه میکردم، دیدم زدین وام فقط 300 میلیون. کی میده؟ شرایط است 1 میلیارد وسیقه؟ چه راحت. خب چیزه، من برم اون 1 میلیارد رو بیارم. آها به شما. آها 300 میلیون. خب من اون 1 میلیارد از کجا بیارم شیطون؟ 300 میلیون. خب من اگه اون 1 میلیارد داشتم 300 میلیون حتی میخواستم چه؟ باشه من زنگ میزنم بعد شهرم، اون راحت تر وام میده که تازه نزول میخوره به اون نزول میدم. آره اینجور ببخشین سر زنگ زدم، بنده خدا خواب بود. ای وای.